بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. که اجازه میزه به آوازی و مشرانو زی کار ساده سی طول مشرانو از تشریف آوریتان امروز از صمیم قلب ابراز امتنان میکنم. در نقطه اول من میخوایم از تشکریا شروع کنم. جناب دکتر از شما تشکر که ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده گرفتید و از وحدت ملی افغانستان نمایندگی میکنید. از جناب استاد گرامی استاد سیاف از خاطر که لوی جرگه اوله با قوت تمام مدیریت کردن و بعض زمینه را برای ابراز مدیریت جناب شما فراهم کردن ابراز تشکر میکنم. استاد تاسیه و بنسچه در افغانستان خدای ما همیشه لره. جناب کرزایی تاس دوامدار و الوزالونه چه کریو او کوی زل کومینه مننه کو. جناب برادر گرامی معاون صاحب اول ریاست جمهوری، جناب معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، از وحدت فکر و عملتان و از قاطعیت واضح که صلح بالاترین خواست ملت مسلمان افغانستان است و همه در یک صف ایستاده هستیم ابراز تشکر میکنیم. جناب رحمانی صاحب رئیس اولوسی جرگه افغانستان، جناب مسلمیار صاحب افغانستان از موقف قوی شورای ملی افغانستان در حمایت تیم مصالحه و روند مصالحه ابراز امتنان میکنیم. جناب قانونی صاحب، جناب خلیلی صاحب معاونین اسبق ریاست جمهوری افغانستان، آله قانونی صاحب کار نشی نیمه موی سفید های ما هنوزم جناب استاد محقق استاد عطا محمد نور، جناب وزیر صاحب اسماعیل خان، جناب گیلانی صاحب یاد جناب پیر صاحب مرحوم بخیر باشه که زمینه را فراهم کردن. جناب مجدی صاحب بازم جای جناب حضرت صاحب خالی است اما شما تشریف دارین. شهرانی صاحب تشریف آوردن خوش آمدید میگمشن. انجینیر صاحب محمد خان، اسماعیل غزنفر یاد برادر شهید ما بازم خوش که زحمت زیاد کشیدن. امروز شما سکتور خصوصی جناب احمد مسعود، خواهرای گرامی ما صفیه صدیقی، زیاگل رضایی، زرقای افتلی، فرید مومن روبی، نصری نوریاخیل، آلیه یلماز، محترم صادق مدبر و محترم جمعه خانه همدرد. از داخل حکومت معلوم دار وزیر صاحب خارجه اتمر صاحب، جناب علومی صاحب، فضلی صاحب، مولوی صاحب جوره، حاجی صاحب المازگده و همچنین از هیئت رهبری شورای عالی مصالحه فرهمند صاحب، سادتی صاحب، حاجی صاحب دین محمد، خواهر محترم ما زوره مطهر احمدزی، محمد اکرم خپلواک صاحب و خاصتا از وزیر صاحب صلح سید سعادت نادری ابراز امتنان میکنم. حضور شما یک پیغام واضح به تمام شرکای ما در منطقه و جهان و تیم مصالحه ما و مخصوصا به مردم افغانستان است. مذاکرات در مرحله دوم رسیده. نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. از تیم ما که از وحدت ملی ما نمایندگی کردن، از ارزش‌های قانون اساسی ما، جمهوریت و فیصله‌های لوی جرگه با قوت نمایندگی کردن تشکر میکنم و از همه شما برای تقویه تیم واحد و ملی ابراز امتنان دارم. د دوی وحدت د افغانستان د وحدت نښه ده
او اوله مرحله دوی ختمه کړې ده. اوس دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر ترسیم. ضرورت واضح است که برای مرحله دوم ما مشوره را انجام بدیم که شروع کار از اینجا شروع میشه و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم. ضرورت واضح است، هدف واضح است، سر نقشه راه و اقدامات باید به نتیجه برسیم. میخواستم که در اول تنها اظهارات ما به خوش آمدید، تشکر و ضرورت مشوره دوامدار خاتمه بدم. از جناب دکتر صاحب دعوت میکنیم که بیانات خود همراه ما شریک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظیم. جلالت مآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی، جلالت مآب رئیس جمهور پیشین برادر گرامی جناب کرزی صاحب، رهبر بزرگوار جهاد و مقاومت مردم افغانستان جناب استاد سیاف، معاونین ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین پیشین ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس محترم ولسی جرگه، رئیس محترم مشران جرگه، حضار گرامی، شخصیت‌های جهادی و سیاسی کشور، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ټولو ته ستړي مشئ او شراب دا چې د ملي مصالحې عالی شورا د رهبري کمیټې د افتتاحیه جلسې په ناسته کې مزموج دعوت ومنه مننه کوم. افغانستان له هر وخت زیات سیاسی اتحاد او اجماع ته ضرورت لري. د دې کمیټې اعضا له سیاسي مشرانو، مطرحو ګوندونو، د ملي شورا د مجلسونو مشرانو، فکري جریانونو، قومونو، ښځو، مدني ټولنو، ځوانانو او بالاخره د نوي افغانستان او جمهوریت له تنوع او کثرتګرایۍ څخه استازیتوب کوي. تاسو په بېلابېلو دورو او سختو ورځو کې د خپلو خلکو ترڅنګ د هېواد له ازادۍ، ملي حاکمیت، دینی فرهنګي ارزښتونو دفاع کړې ده. نن ورځ هم ستاسو حضور په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره حیاتي ده. افتخار بخشیدین برای ما به خاطر حضورتان در این مجلس. د ملي مصالحې عالی شورا وجودي فلسفه د سولې پروسه کې د تصمیم گیری او سیاسي اجماع رامنځته کول دي چې خوشبختانه دا تاریخي او بېساري فرصت نن برابر شوی چې د ټولو افغانانو په خاص ډول د قهرمانو امنیتي ځواکونو جانفشانۍ او قربانۍ پایله ده. د افغانستان ټولو شهیدانو ارواح ته دعا کوم. د رهبري کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکی هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري. د دې شورا لاره د ملي منافعو او د افغانانو د مصلحت پر اساس ترسیم شوې ده. د افغانستان د خلکو منافع په مذاکراتو او د سولې په هڅو کې زموږ سره کرښه جوړوي. له دې وروسته به د ملي مصالحې عالی شورا رهبري کمیټه په منظم او هدفمند ډول خپلې ناستې ترسره کوي. باعزته، تلپاتې او سراسري سوله د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتل د افغانانو جمعي غوښتنه ده. د سولې لپاره زموږ اراده او تعهد جدي او قطعي ده. د ملي منافعو او تاوتریخوالو ختمول قربانۍ ته ضرورت لري. حاضر مشران شاید په ځینو برخو کې متفاوت نظر او دیدگاه ولري،
اما سوله چې موږ یې غواړو باید د ټولو د یووالي عامل وي. حضار گرامی، در حالی که تشریف آوری همه شما را یک بار دیگه به دیده قدر می نگارم و خوشحال هستم که فرصت برابر شد. سلام های مارشال صاحب دوستم خدمتتان تقدیم می کنم که اونا در ولایت بودن و رسیدن نتانستند در جلسه امروز. جناب آقا صاحب سید سعادت، سید منصور نادری، اونا هم به نسبت تحت تداوی قرار داشتن، رسیدن نتانستن. رئیس هیئت مذاکره ما جناب استانکزی صاحب، اونا در دوحه هستند و در روزهای گذشته با سایر رهبران جهادی افغانستان از جمله جناب حکمتیار صاحب، جناب صلاح الدین خان ربانی هم دیدار داشتیم. اما در خدمتتان گفتم میتونم که در حالی که بنابر دلایلی که داشتن امروز حضور به هم رساندن نتانستن، اما حامی پروسه صلح هستند و وعده سپردن که در مشورت ها شرکت میکنن. در فرصتی که داریم دو سه نکته را میخوایم یادآوری کنم. رفتن به طرف صلح در یک فرصت بسیار تاریخی، در یک مرحله بسیار حساس تاریخی کشور ما، از همه بیشتر مثل که بیشترم یادآوری کردم به اجماع و وحدت ضرورت داره و با ذهنیت همه شمول، با عملکرد همه شمول ما میتونیم که وحدت در جمهوری اسلامی افغانستان تأمین کنیم و مردم افغانستان اراده خود و نیت خود در مورد صلح ثابت کردن. بلوی جرگاه پیشتر جناب رئیس جمهور هم اشاره داشتن و تمثیل اراده مردم افغانستان نمایندگی خوب صورت گرفت. یک صدا همه خواستار صلح با عزت و پایدار بودند، با حفظ نهادهای کشور، با حفظ دستاوردهای کشور، اما با اینکه با قبول اصل که رفتن به طرف صلح قربانی از همه میخواد. کوشش ما میخواد بود که در مجمع عمومی و در جمع در شورای عالی مصالحه ملی تا حد ممکن ما تمثیل اجماع مردم افغانستان داشته باشیم. از اقشار مختلف مردم افغانستان از هم نمایندگی خوب صورت گرفته بدانه. کار 100% که مورد قناعت همه باشه. میفهمیم که متصور نیست، اما ما باید کوشش نقشه راه ما برای رسیدن به صلح چیست و در رسیدن به هدف نهایی کدام قدم ها برداشته میشه تا چه حد ما حاضر به قربانی هستیم، حاضر به ایستیم که با روحی همی با ندای بر حق مردم افغانستان که رسیدن به صلح هست جواب قناعت بخش بدیم. چطور میشه که هم دستاوردهای مردم افغانستان حفظ شود، هم نهادهای ملی ما صدمه نبینه و ارزش‌های تقویت شود، در عین حال در صلح با همه مردم افغانستان و با منطقه به سر ببریم. که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن،
که رنجی بیشمار آرد. در راه صلح مردم افغانستان قربانی های زیاد دادند. استاد شهید رهبر جمعیت اسلامی افغانستان مسئولیت پیشبرد پروسه را به عهده داشتند. در یک مرحله مرحوم حضرت صاحب صبغت الله مجددی رهبر شهیر مردم افغانستان که در میان ما نیستند این مسئولیت به عهده. جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی خداوند مغفرتشان کنه رهبر جهادی. جناب استاد عبدالکریم خلیلی که در این مجلس ما حضور دارند در یک شرایط بسیار حساس عهده داریم. امروز من چیزی را که خدمت شما اطمینان فرصتی که پیدا شده که ما در خدمت از این آرمان بزرگ و مقدس باشیم. توکل ما به خداوند بزرگ است. همکاری و حمایت شما بزرگان حاضر در مجلس و مردم افغانستان میتونه باشه. و چیزی را هم که میخوایم به مردم افغانستان اطمینان بدم که در پروسه صلح هدف شخصی برای شخص خود ندارم. امی یکی و ختم. همه گذاشته میشه. اگر با روحیه همدیگر پذیری، تحمل و ذهنیت همه شمول بریم بی و به گفته مشاعر که توای چیزایم او زوایم چیزایم نبتی نبزایم کتوای چیتی زوایم چیتی هم بتی هم بزایم. و امی روحیه مردم افغانستان توقع دارند که از قربانیشان نمایندگی صورت بگیره. مالکیت پروسه صلح از مردم ماست. ما تمام تلاش برای مشارکت اقشار مختلف مردم آتش بس فوری و جامع خواست اصلی مردم افغانستان است. من همونطوری که پیشتر گفتم قدم‌های زیادی در پیش رو داریم. وقتی که به سال برسیم ضامن تطبیقش، ضمانت تطبیقش چی خواهد بود؟ همه اینها. اما قدم ابتداییش هم است که ما نیت خود و اراده خود ثابت کنیم با این که ما حاضر هستیم به آتش بس و طرف جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا موقف بسیار واضح داشته. رفتن به مرحله دوم مذاکرات که امروز
هیئت ما و شما در دوحه این مذاکرات پیش میبرند یک قدم مهم بود، اگرچه وقت بیشتر گرفت از اون وقتی که مردم افغانستان توقع داشتند، اما باز هم قدم خوب و قدم مهم است. به صلح نباید نگاه منفعت طلبانه داشته باشیم. در ادامه جنگ بقای هیچ کس تضمین نمیشه، فقط نابودی افغانستان تصمیم مردم افغانستان. یک وقتی از من سوال شد که آیا هنوز هم پشیمان هستین از این مسئله؟ من گفتم چون این به نیت شروع مذاکره و به نیت ختم جنگ و رسیدن به صلح بود، ما پشیمان نیستیم، در حالی کوارز داشته، تبعاتی داشته برای مردم افغانستان. متاسفانه از همکاری جامعه بین المللی تشکر نقش مؤثر داشتند. کشور قطر به خاطر میزبانی از مذاکرات صلح تشکر میکنیم. از تیم مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از شما تشکر میکنم. فکر میکنم که جا داره که همه ما قدردانی کنیم از کوشش و سعی و تلاششان. اونا دو چیز افغانستان ضرورت داره و نیاز داره که در قدم اول آتش بس جامعه است یا ختم دشمنی است، به هر شکلی که صورت میگیره. انشاءالله به این نتیجه برسیم. البته بحث‌های بسیار جدی دیگه هم در پیش رو خواهد بود. ما این توانایی را در تیم مذاکراتی ما میبینیم که انشاءالله به خوبی از خواست مردم افغانستان نمایندگی کنند. در جریان مذاکرات طبعا تبصره‌های صورت می گرفت، بحث‌های می شد، گاهی بر رسانه‌ها مسائل مطرح می شد که کمک نمی کرد
به پیشبرد کار مذاکره جا داره که در حالی که تشکر میکنیم یک بار دیگه اطمینانم بدیم به هیئت مذاکره ما که شما نمایندگی از همه مردم افغانستان میکنید و حمایت شورای عالی مصالحه ملی و کمیته رهبری را شما دارین. با امیر از جلال مامی محترم رئیس صاحب شورای عالی مصالحه ملی، حال از جلال مامی محترم کرزی صاحب خواهش میکنیم تا ایراد سخن نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس جمهور، ډیر ښه قدم بوله کور مو ودان. سوله او خورولۍ دې کوښښ ته ودانګو. یو ځای و د جنګ څخه مخ واړو، د جنګي تبلیغات څخه مخ واړو.
او ژغ د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق او د افغانستان د خلکو د ټولو خلکو د ملي ګټو وکړو. موږ چې دلته ناست یو او طالبان دواړه د افغانستان خلک یو، د دې خاورې یو. هغوی هم دغومره په دې خاورې کې خاوند کوشش به اتحاد و اتفاق ما را به مرام خود میرساند. که صلح است. این جلسه ما میتونه کاملتر شود و بهتر شود. شخصیت های دیگر در خاک ما هستند که هم به صلح کوشش کردن و هم صاحب دید و نظر هستند، هم نمایندگی مردمی دارند و هم نمایندگی فکری کرده میتونند. اونا هم امیدوار هستند که اگر دعوت نشدن دعوت شوند و اگر دعوت شدند و نمیایند دلیل پرسان شود که چرا، مثل که یک مچار صاحب و محترم و ربانی صاحب محترم به شما فرمودن. در 2 سالی که ما به صلح کوشش میکنیم، بعضی از شخصیت های بسیار مهم کشور ماست، پنتا صاحب، خرم صاحب، زاخی پلوال صاحب، قائد صاحب گلرحمان و بزرگان دیگه در وطن ما هستند که دیر راستا کوشش کردن. هیچ عیبی نداره که تعداد ما زیادتر باشه ولی نمایندگی بر در خاک خود می بودن و در اینجا بحث می کردن و کاش که هر دو جانب افغانی به این وضعیتی که به مذاکرات صلح بپردازن برای مذاکرات ترقی و تعالی و پیشرفت و خوشبختی افغانستان مصرف می بودن. کوشش ما دور آسان می بود. خب آمده روزگار از قربانی دسیسه ها شدیم، قربانی اهداف بیگانه شدیم و نفهمیدیم. حالا اگر فهمیدیم بس بهتر است که دست به دست هم بدیم و این خاک خدا هر چیز زودتر به صلح و خوشبختی و خوشحالی برسانیم. مردم ما بسیار رنج دیدن. آرزوی تفرقای کشور ماست که صاحب صلح شویم و دیگه شاهد دست پای بریدیشون نباشیم. و این کار اگر ما از ته دل و با قوت تصمیم بگیریم انجام داده میتونیم برای افغانستان صاحب صلح، برای افغانستان صاحب عزت، برای افغانستان صاحب استقلال
و حاکمیت و در این حال دوست با جهان، دوست با همسایه‌های ما و در رابطه نیک با همه. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فقط ترجمه آیات و حدیث هم بگم، بس 4 نقطه مختصر دیگه هم بپردازم. الله جل عظمته در سوره انعام میفرماید: آنانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و شکر و کفریات خلط نساختند، اینها از امن و از راه یابی برخوردار میشه. ځکه چې د ملت د امنیت مسؤلیت زموږ او تاسو په غاړه ده، دغه په غاړه نه ده. هغه باید د دینی احساس په بنیاد په خلکو زړه وخوږي او له کارو لاس واخلي. اما موږ او تاسې دینی او ملي واجبه لرو چې ولست امن راولو او ولس په امن کې شي. دویم دا چې سوله مسؤلیت ده، دینی واجب تاسې سیاسی شورا و این جلسه افتتاحیه‌اش هم فعال نیک میگیرم. خدا بری از این شورای عالی صلح که در رأسش برادر ما دکتر صاحب قرار داره، توفیق بده که
های که شد برای تقسیم و تجزیه از جای وحدت خود نگاه کرده به نام مذهب به نامهای دیگه تلاش صورت گرفت که خدا برشان توفیق بیشتر بده. و نقطه دیگه که قابل قدر است است که بسیار موضوع شکل نظام و استرکچر نظام و چیزا مربوط بشه به ملت که وقتی که اونا آمدن در آغوش ملت باز یک جای در مورد آینده فکر میکنیم و در مورد آینده تصمیم میگیریم. خدا کنیم و اگر دنیا ما را لابته خدا ما را و اینمی رای استاد شدن و رای ثبات است. گپی دیگه مناسب میدانم و یک واقع
واقعیت است که نیروهای دفاع رسانه که خدا هم خوش باشه، ملت هم خوش باشه و ما هم در آینده مطمئن زندگی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سپاس از جناب استاد گرامی، حال از شخصیت فرزانه جناب محترم محمد نوازش داد. اول توافقی که بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت تحریک جنگ را خاتمه ببخشند، صلح مثبت و پایدار در این کشور اساس بگذارد. این چیزی است که جدا از هر نوع عالی مصالحه است. قضیه ملی است. پیشنهاد میکنیم که این قضیه ملی را از حوزه دو تیم انتخاباتی گذشته بیرون بسازیم، به مردم افغانستان تعلق بدیم. این راهی است که حمایت بزرگ ملی را در کنار تلاش‌های سال به دست میاریم. از این لحاظ
بسیار مهم است که مردم ساختن که هدف از این شورا تصمیم ما در پروسه صلح است. جناب رئیس، تاکید میکنم با عنوان یکی از اعضای شرکت کننده این مجلس امروز که خوب هست ما تصمیم گیری را به صورت واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحه منتقل بسازیم. تصمیم گیری و تصویر گیری هر دو یک جا شوند، نکنه که تصویر گرفتن از یک جمع اما تصمیم گرفتن در جای دیگه صورت بگیره. مشکل افغانستان را پیچیده می سازد. از جناب دکتر صاحب عبدالله ریاست محترم شورا دید انتخاب کردن، در گذشته رسوب نکردن، در گذشته باقی نماندن، جنگ را خاتمه بخشیدن، صفحه جدید و که طی 19 سال گذشته افتخاراتی را برای افغانستان به وجود آوردن. بدون شک این افتخارات که در زمان زعامت برادر بزرگ ما جناب کرزی صاحب صورت پایدار و مشروع است. ما به نوبه خود جناب رئیس از هیئت مذاکره کننده افغانستان که تا به امروز با صلابت، با همدلی، با انسجام و با وحدت از منافع جمهوری اسلامی افغانستان دفاع کردن، هم سپاسگزاری میکنم و هم حمایت خود ابراز میکنم. امیدوار هستیم از این فرصت های تاریخی با همدلی با یک اجماع سرتاسری در افغانستان استفاده کنیم تا مصیبتی که دامنگیر مردم افغانستان است خدا خواسته باشه
تکرار کنم. خیلی خوشحال هستم که امروز اولین جلسه شورای عالی مصالحه کمیته رهبریش با حضور جناب شما رئیس آغاز به کار کرده. ما ای را به فعال نیک میگیریم. صلح یک ضرورت جدی کشور ماست، جای شک نیست. ما بارها مشر غنی او ډاکټر عبدالله په حضور کې د لوغړي جوړې عالی شورا لومړنۍ غونډه جوړه شوه. په دې کې ولسمشر غني لومړی خبرې وکړې. ویې ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. او د سولې خبرې دویم پړاو ته رسیدلې دي او لومړی پړاو یې ډېرې ستونزمنې وې او وروسته له دې به د مذاکره کوونکو لپاره هغه پلاو لپاره چې ټیمونه جوړ شوي دي مشورې په اونۍ کې ورکول کیږي. دې ترڅنګ ډاکټر عبدالله روغې جوړې عالی شورا مشر هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې د سولې لپاره سیاسي اراده شتون لري او موږ هڅه کوو ترڅو یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو. دې ترڅنګ ډاکټر عبدالله خبرو باندې ټینګار وکړ چې 15,000 زندانیانو خلاصون یو لوی ګام دی د سولې په برخه کې او په دې له چې مقابل لوري هم د اوربند په تړاو